صبح شما بخیر باشد بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی و همه آنهایی که در چند دقیقه دیگر صحبت ما رو در آزادی ویدیو کانال رادیو زودی در یوتیوب تماشا خواهند کرد. ساعت با وقت پراگ رسو 7 است و چون همیشه در این وقت من برای شما در چند دقیقه خبرهای تازه رو از تاجیکستان و جهان خواهم گفت و سپاس به یکایک شما که این خبرهای ما رو تماشا میکنید و منتظر صحبت‌های ما میشوید. خب قبل از اون که من به خبرها توجه کنم نگاه میاندازیم چون همیشه به وضع باد و هوا. امروز در پراگ هوا صاف و بی‌غبار است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 30 درجه تشکیل شود. در مسکو و سنت پترزبورگ نیز هوا آفتابی است و متناسباً از 26 تا 28 درجه گرم می شود. در دوشنبه آب و هواشناسان هوای ابری را پیشگویی کردند در دوام روز گرمی به 28 درجه خواهد رسید. احتمال می رود که بگاهی روزی باران بارد. از این سبب اگر شما می خواهید بگاهی روزی به سیر دوشنبه برایید پس گرفتن چتر را فراموش نکنید. ضمناً امروز در تاجیکستان عید رمضان رو تجلیل میکنند و رسما روز استراحتی است و طوری همکاران ما از شهر دوشنبه خبر دادند. نماز عید فطر در مسجد مرکزی شهر دوشنبه ساعت 6 صبح خوانده شد و چون سالهای قبلی نماز زیر چوره‌های امنیتی برگزار گردید. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در موعظه پیش از نماز از اهل مسجد خواست که شکرانه تنجی و امانی را به جای آورند. در مسجد مرکزی شهر دوشنبه به فرق از سالهای قبلی تعداد نمازگزاران کمتر مشاهده شده است و اینچنین امسال برای تبریک نمازگزاران از مقامات کسی نآمده است. سالهای قبل نمایندگان دولتی برای تبریک نمازگزاران به مسجد مرکزی دوشنبه می آمدند و خود محمد سید عبیدالله سابق شهردار دوشنبه نیز بارها در نزد نمازگزاران در عید فطر برآمد کرده است. بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق عنعنه به زیارت قبرهای نزدیکانشان رفته سپس به تبریک خویشاوندان و دوستان خود مشغول شدند. هرچند سال گذشته مقامات تاجیک برای تنظیم عید گردک کودکان اقدامی روی دست گرفته بودند، امسال در کوچه های شهر بازم به گفته همکاران ما عید گردک کودکان از صبح بر وقت مشاهده میشد. امسال از صبح کوچه های دوشنبه پر از کودکان بوده است. خب در جریان روز ما حتما درباره حال و هوای دانه صحبت مفتی کشور را درباره فطر روزه امساله و دیگر ویژگی‌های تجلیل رمضان امساله برای شما معلومات خواهیم داد. اما متاسفانه تجلیل عید رمضان امساله برای دو برادر نصیب نکرده است. روز گذشته سیل در دهه روز آبناک پنجکند جان آنها را گرفت. محمد صابر سفرزاده معاون اول رئیس شهر پنجکند روز سه‌شنبه به رادیو زودی گفت برادران برای تجلیل عید از دوشنبه آمده بودند. حادثه بعد از ظهر 4 ایون رخ داده. سفرزاده صبح امروز گفت اکنون جسد یکی از برادران پیدا شد و جستجوی جسد دوم ادامه دارد. یک کاربر رادیو زودی از محل حادثه ویدیویی را به رادیو زودی فرستاد و گفت حادثه در کیلومتر 52 شهرهای عینی پنجکند رخ داده است. او گفت که شاهد عینی بوده است و طبیبان 2 نفر را برای معالجه به شفاخانه بردند. 3 روز پیش بر اثر آمدن سیل در ناحیه خراسان ولایت ختلان نیز یک جوان 18 ساله جان باخت. باران و سیل در بسیاری از ناحیه‌های کشور آرامگاه و 10 منزل و راه را ویران کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جزئیاتی و داشتی در پی دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای ایرانیش در چند روز پیش امضا شده را نشر کرد که در آن جانب ایران از پشتیبانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان دست میکشد. در آن گفته می شود که در پرتو هدایت و راهنمایی رهبری اولی دو کشور مشکلات موجوده به زودی رفع شده رابطه دو جانبه گسترش بیشتر پیدا خواهند کرد. در اطلاعیه گفته می شود که طرفها طبق منبع وظیفه‌دار می شوند که جهت تامین امنیت و مبارزه بر ضد جنایتکاری در سمت پیشگیری از غصب حاکمیت، تهدید و بر ضد اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مبلغ‌گذاری آنها همکاری کرده به کارهای داخلی یکدیگر دخالت نمی‌کنند. ایران تاکید نموده است که در قلمرو خود از فعالیت اعضا و پیروان حزب و گروه‌های تروریستی و افراطی از جمله حزب نهضت اسلامی پیشگیری خواهد کرد. همچنین گفته می شود که طرفها در بخش تبادل اطلاع همکاری خواهند نمود و در قلمرو خود از تحصیل غیر قانونی شهروندان اجازه نمیدهند و در بخش‌های علمی و فنی همکاری میکنند و از تجربه‌های یکدیگر استفاده خواهند کرد.
در متن همچنین گفته می شود که امالی رحمان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی را برای شرکت در 5مین مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا دعوت کرده است که 15 ایون در دوشنبه با حضور سران دولت‌های منطقه برگزار می گردد و رئیسان جمهوری دو کشور می توانند همکاری‌های میانبردی دو جانبه را بررسی کنند. باید گفت که در تورنمای وزارت کارهای داخلی تنها مضمون یادداشت تفاهم نشر شده است، نه خود متن آن. شهباز غنی‌زاده ساکن 28 ساله اسفره میگوید باشندگان دهه اقصای ناحیه بادکنی قرقیزستان به ماشین او سنگ پرتافته مانع حرکتش به سوی واروخ شدند. راهی میان اسفره و واروخ از حدود قرقیزستان میگذرد و حادثه روز 4 ایون اتفاق افتاده است. جانب تاجیکستان آن را اغوا نامید. مقامات رسمی قرقیزستان هنوز واکنش نکردند. شهباز غنی‌زاده همراه مادر و کودکش از شهر اسفره به واروخ حرکت داشته است. اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت شهر اسفره روز گذشته گفت ساکنان دهه اقصای قرقیزستان برقصدانه مانع حرکت شده، بعداً او را برای راه ندادن به ماشین کم از متهم و ماشینش را سنگباران کردند. الیاس‌زاده گفت در نتیجه شیشه قفوی ماشین شهباز غنی‌زاده پاره شده. کودکی 6-7 ساله او نیز از این حادثه ترسیده است و او را برای معاینه به بیمارستان بردند. در همین حال بعضی از رسانه‌های قرقیزستان حادثه را صدمه نقلیاتی قلمداد کردند. از جمله خبرگزاری ترموش نوشت شهباز غنی‌زاده ماشین را اداره کردن نتوانست و با کم است که آن را شهروند قرقیزستان اداره میکرد برخورد. فعلا مقامات حفظی حقوق اسفره به تحقیق حادثه آغاز کردند. باید گفت که تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب 519 کیلومترش مشخص و علامت گذاری شده است. در منطقه تعیین و علامت گذاری نشده گاه جنگ و دعوا و کشمکش برای آب و چراگاه و زمین رخ میدهد و تورش نیز بارها شده به خونریزی هم کشیده است. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوی بخشیده به ماه رمضان با امضای یک فرمان صدتا محبوسی را عفو کرد که از صدق دل پشیمان شده برای راست برگشتند. بر پایه فرمان جمعاً 575 محبوس عفو شدند. از این میان 361 نفر از زندان آزاد گشته، مهلت جزای 214 زندانی دیگر کم می شود. در میان محبوسان عفو شده 7 نفری از 60 ساله بالا، 6 زن و یک شهروند خارجی نیز هستند. شوکت میرزیوی برای اجرای فرمان وزارت و اداره های داخلداری ازبکستان را وظیفه دار کرده به مقامات محله ها دستور داده است که برای برگشتن محبوسان آزاد شده به زندگی آسایشته شرایط ضروری را فراهم و آنها را به جای کار تامین کنند. گروه کاری سازمان ملل متحد اوید به بازداشت‌های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگ میریاروف میگویند این حقوقشناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. در پی تحقیق همه‌جانبه پرونده یاروف، گروه کاری مربوط به دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر به خلاصه آمده است که بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شدن حقوقشناس تاجیک نقض قانون‌های بین‌المللی میباشد. مقامات تاجیکستان گفتند که گروه مفتشان دوستانه کل آشوب در زندان شهر وحدت را جداً تحقیق دارند و تاکنون زیر 25 نفر از محبوس کیرپیشنی پرونده باز شده است. منصور جان عمرов سردار سیاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت این گروه زندانیان به تشکیل آشوب شب 19 می متهمند. در همین حال ائتلاف ضد شکنجه از مقامات تاجیکستان طلب نموده است که سبب‌های سر زدن آشوب بی‌طرفانه و سریع وقت تحقیق کرده شود. در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند آشوب را محبوسان عضو گروه‌های تندرو انجام دادند. ولی ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان روز 4 ایون از آشوب و بی‌ترتیبی‌ها در مؤسسه‌های اصلاحی کشور نگرانی کرد و خواستار تفتیش بی‌غرضانه و سری وقتی سبب‌های رخ دادن آشوب شد. مسئولان ائتلاف در بیانیه رسمی گفتند که از شماره زیاد قربانیان و استفاده قوا و یراق آتشفشان هنگام فرو نشاندن آشوب نگرانیم. آنها از مقامات خواستند باید افراد گناهکار به جوابگری کشیده شده از نتیجه تفتیشات مردم آگاه کرده شوند. نگرانی جدی از ائتلاف را ففتیادمان معلومات ضد و نقیض در رسانه‌ها و نبودن اطلاعات معتمد رسمی به وجود آورده است. شوانداری محبوسان اوید به تقدیر اعضای عائله‌هایشان اطلاع سری وقتی نمیگیرند. خبر داده می شود به آن اعضای عائله‌هایی که جسد محبوسان کشته شده را دادند مقامات در گذراندن عنعنه‌ها هنگام دفنشان مانع شدند. گفته شده است در بیانیه ائتلاف که از 25 سازمان و افراد علیحده عبارت می باشد. و بینندگان عزیز، چون معمول در این قسمتی صحبت نگاهی می اندازیم به قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 9.43 درهم، $1 10.42
و 61 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 144 سومانی و 50 درهم. با سپاس از یک و یک شما دوستان عزیز برای همراهی و شما را در بخش‌های مستقیم این بعد منتظر می‌شویم.